پهلوانی ازبکستانی سبزپوش است. همروز رجمov از تاجیکستان از ناحیه جبار رسولov. After this contest period, the Aslan 86 kilos representing Tajikistan. پهلوانی ازبکستانی در دنقره خیلی هم در مسابقه بین المللی نوروزی گشتینگیری سال سپری شده حضور داشت. نتیجه های خوب هم دارد. همروز شخصی تصادفی نیست. مدال برنجی قهرمانی جهان دارد. از میدان بیرون شد آگاهی گرفت. ایسانوف محمد اقبال توشف را مغلوب کرد. حق نظرов هم از سیفالدین زاده شکست خورد. اکنون بهترین ها باقی ماندند. همراز خیلی هم یک فرصت مناسب را دریافت. در این واقعی اولمپیاد نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان Hamroz Rajabov. This is contest winner representing Tajikistan. Hamroz